فیته مذکور در کمیته آید به کارهای دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌های ملی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از تشخیص دینی دولتی از تاریخ 7 دکبر سال 2015 تحت رقم 149 گذشته برای ثبت توصیه شده است. پنجاه و پنج وصیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در پیشنهاد داوود خان عبدخان. به نام خداوند بخشنده مهربان. گر بر تن من زبان شود هر موی، یک شکری وی از هزار نتوانم کرد. ستایش خدا را که با فضل و کرمش اسلام عزیز را برایمان انعام نموده، از جمله امتان محمد مصطفی گردانده، دریای رحمتی بیکنارش بر ما روانه، نوری پیغمبرش فرا گرفت جهان را. کسی که از ذکر خدا دور شد، در دنیا و آخرت کور شد. الله مهربان می فرماید: و هر که از یاد کردن من روگردان شود، پس برای او زندگانی تنگ بود و روز قیامت او را نابینا برانگیزیم. گوید: ای پروردگار من، چرا مرا نابینا برانگیختی و همانا من پیش از این بینا بودم؟ گوید: همچنین نشانه های ما به تو آمد، پس آنها را فراموش کردی و همچنین امروز تو فراموش کرده شوی. سوره طه آیت 124. درود و صلوات بی پایان بر جوهر عزت پیغمبر رحمت محمد امین و بر آل و اصحابش باد. هدف رسالت و پیام تمام پیغمبران خداوند دعوت به توحید و یکتاپرستی و نائل شدن بشریت به سعادت دنیا و آخرت را بوده است. مثل وصیت ابراهیم و یعقوب نیز همین بوده است. این مطلب را قرآن چنین بیان: ابراهیم پسرانش را و یعقوب نیز فرزندانش را به این کلمه وصیت کرده اند: ای فرزندان من، همانا خدا برای شما این دین را برگزیده است. پس از این جهان نمی روید مگر این که شما مسلمان شده باشید. سوره بقره آیت 132. این پیغمبران فرزندانشان را برای عمل نمودن بر کتاب و سنت و دور بودن از شرک و بدعت وصیت نموده اند. خداوند مهربان ضمن سوره لقمان انسان را برای نیکی نمودن به پدر و مادر وصیت می نماید و آدمی را نسبت به پدر و مادری وی حکم فرموده ایم. مادرش وی را در حال سستی بالای سستی دیگر در شکم برداشته است و از شیر باز کردن او در 2 سال است. حکم فرمودیم که ما را و پدر و مادر خود را شکرگزاری کن، بازگشت به سوی من است. سوره لقمان آیت 14. البته مراد از وصیت خداوند در این آیت حکم خداوند است که انسان به پدر و مادر نیکی نماید. اسماعیل علیه السلام اهل خاندانش را وصیت و امر به ادای نماز می کرد
خداوند مهربان می‌فرماید یعنی اسماعیل خاندانش را به نماز و زکات امر می‌کرد. سوره مریم آیت 55. پس طبق برنامه قرآن و رویش پیغمبران پیشین، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم توسط صحابگان امتش را وصیت می نمود. از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که از من این کلمه ها یعنی وصیت ها را از خود می کند، سپس به آنها عمل می نماید یا تعلیم می دهد شخصی را که به آنها عمل می کند. ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمود گفتم من ای پیغمبر خدا. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از دستم گرفت و 5 وصیت نمود. از حرام ها پرهیز نما، عابدترین انسان ها می شوی. به داده خداوند راضی باش، ثروتمندترین مردم می شوی. به همسایه‌ات نیکی نما، مؤمن واقعی می گردی. آنچه برای خود دوست می داری برای دیگران دوست بدار، مسلمانی حقیقی می شوی. بسیار نخند، زیرا خنده زیاد قلب را می میراند. روایت ترمذی. بعض صحابگان به خاطر محبت بیشتر نسبت پیغمبر صلی الله علیه و سلم هنگام روایت واژه یا اصطلاح اوصانی خلیلی یعنی دوستم وصیتم نمود را استفاده می بردند. البته این از روی محبتی که نسبت محمد صلی الله علیه و سلم داشتند با لفظهای شیرین او را ذکر و یادآوری می نمودند. در این رساله بعضی وصیت‌هایی را که صحابگان از حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم شنیده بودند یا به آنها به واسطه خطاب نموده بود، از کتاب‌های معتبری نزد دانشمندان فنی حدیث اختیار نموده بعد تخریج و ترجمه به زبان ناب تاجیکی پیشکش دوستداران سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم نموده. در آخر از خداوند منان تمنای آن را دارم که این عمل را خالص برایش گرداند و در نامه حسناتمان ثبت نماید. وصیت اول، فضیلت لفظ لا اله الا الله. از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است گفتم ای پیغمبر خدا، روز قیامت به شفاعت شما کی موفق تر است؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ای ابو هریره، هنگامی که تو را بر علم حریص و با محبت دیدم، من یقین داشتم که هیچ کس پیش از تو این حدیث را از من نمی پرسد. موفق ترین مردم به شفاعت من روز قیامت کسی است که خالص و صادقانه از قلبش گوید نیست معبود بر حق مگر الله. در این مورد نیز فرموده است از عباده پسر صامت رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده است شخص شهادت دهد بر این که نیست معبود بر حق مگر الله یگانه، او را شریک نیست، و این که محمد بنده او و رسول اوست و عیسی بنده خدا و رسول اوست، کلمه اوست که بر مریم القا نمود و روح از جانب اوست. جنت حق است، دوزخ حق است. خداوند داخل جنت می نماید بر اساس اندازه عمل. حبازه افزوده است
از کدام 8 در جنت که خواهد. روایت بخاری. در روایت مسلم و ترمذی آمده است: از پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که فرمود: شخص شهادتی دهد بر این که نیست معبود بر حق مگر الله و محمد رسول خداست، خداوند وصیت دوم، وصیت عمومی در توحید. از عبدالله پسر عباس رضی الله تعالی عنهما روایت است که روزی از پشت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودم و گفت: ای پسر، من چند کلمه را به تو تعلیم می دهم. خدا را حفظ نما، یعنی امرش را اطاعت نما، او تو را حفظ می نماید. خدا را حفظ نما، یعنی در حالت مشکلاتت او را در پیشت می بینی. هرگاه پرسیدی پس از خدا پرس، چون کمک خواستی از خدا بخواه. بدان اگر مردم جمع شوند بر این که ضرر به تو رسانند، ضرر رسانده نمی توانند مگر آن چیزی که خداوند بر تو یعنی در مقدرات نوشته باشد. قلمها یعنی تقدیر نویسنده برداشته شده اند و صحیفه ها یعنی تقدیر نوشته شده خشک شده است. روایت ترمذی. در روایت دیگری آمده است: خدا را حفظ نما، او را در پیشت در میابی. در حال آرامیت خدا را یاد نما، وقتی وزنینیت کمکت می نماید. در روایت دیگری آمده است: خدا را حفظ نما، او را در پیشت در میابی. در حال امانیت خدا را یاد نما، وقتی وزنینیت کمکت می نماید. بدان آن مشکلی که رسیده است تو را برای مصیبتت نیست و آن چیزی که رسیده است تو را برای مشکلاتت نیست. بدان که پیروزی همراه صبر است و خرسندی با غم است و با هر دشواری آسانی. وصیت سیوم، فضیلت طلب علم. از قبیسه پسر مخارق رضی الله تعالی عنه روایت است که نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمدم و گفت: ای قبیسه، برای چی آمدی؟ گفتم: عمرم بزرگ شد، جسمم سست شده است، آمدم تا چیزی را تعلیمم بدهی که خداوند از آن نفعم برساند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت: ای قبیسه، به نزد هر سنگ و درخت و گلی که گذر نمودم از خدا مغفرت می پرسیدند. ای قبیسه، هرگاه نماز بامداد را ادا نمودی پس بگو: سبحان الله العظیم و بحمده، یعنی پاک است خدای بزرگ و ستایش او راست. از کوری، پیسی و فلج ایمن میمانی. ای قبیسه، بگو: بار خدایا، به درستی که من از آن چیزی نزدت هست میپرسم و از فضلت بر من عطا نما و رحمتت را بر من زیاد نما
و از برکتت بر من نازل نما. روایت احمد. این وصیت شریف دلالت بر فضیلت طلب علم می نماید و در حدیث ابو دردا آمده است که می گوید از پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که می گفت شخص راهی را برای طلب علم بپیماید، خداوند راهش را به سوی جنت آسان می گرداند. به درستی که فرشتگان بالهایشان را بالای طالب علم به خاطر خوشنودیشان می گذارند. در حقیقت برای عالم تمام اهل آسمان و زمین، حتی ماهیان در قعر آب طلب مغفرت می نمایند. در حقیقت فضیلت عالم نسبت به عابد مثل ماه شب 14 بر دیگر ستارگان است. در حقیقت عالمان میراثبران پیغمبران هستند و پیغمبران از خود دینار و درهم میراث نگذاشتند. پیغمبران علم را از خود میراث گذاشتند. پس شخص از این میراث بگیرد حصه بسیار. وصیت چهارم نیز در فضیلت علم. از صفوان پسر اسال رضی الله تعالی عنه روایت است که نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمدم و او در مسجد بر چادری سرخ تکیه کرده بود. پس گفتم ای پیغمبر خدا، من برای طلب علم آمده ام. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت مرحبا به طالب علم. به درستی که فرشته ها با بالهایشان طالب علم را می پوشانند و سایه می افکنند. سپس فرشته ها بالای هم اطراف او را بگیرند به خاطر علم آموزیش از محبت تا آسمان برسد. وصیت پنجم، فضیلت سجده کردن برای خدا. از معدان پسر ابو طلحه رضی الله تعالی عنه روایت است که ثوبان مولای پیغمبر صلی الله علیه و سلم را واخوردم و گفتم مرا از عمل خبر نما که چون آن را انجام دادم داخل جنتم نماید. یا گفت از عملی که خدا دوستش می دارد. ثوبان سکوت نمود. سپس دوباره پرسیدم و سکوت نمود. باری سیوم پرسیدم و ثوبان در جواب گفت این سؤال را از پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسیدم و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود تو بسیار سجده نما، زیرا هرگاه خدا را یک سجده نمایی با آن یک درجه تو را می بردارد و یک خطای تو را می بخشد. روایت مسلم و ترمذی. در این باب از عباده پسر صامت رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده است هر بنده که خدا را یک سجده نماید خداوند برایش به آن یک نیکی بنویسد و یک گناهش را می بخشد و یک درجه عطا نماید. پس سجده را بسیار نماید. روایت ابن ماجه. از حذیفه رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده است دوست داشته ترین حالت بنده نزد خداوند آن است که او را در سجده بیند
وصیت ششم، فضیلت صدقه کردن. از کعب پسر عجره رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: ای کعب پسر عجره، گوشت و خون، یعنی جسمی که از حرام نشأ و نما یافته است، داخل بهشت نمی شود، آتش به آن سزاوارتر است. ای کعب پسر عجره، مردم دو قسم صبح کننده اند، یک گروه در آزاد نمودن جانشان از عذاب و گروه دیگر هلاک کننده جانشانند. ای کعب پسر عجره، نماز سبب نزدیک شدن به خدا و روزه بردارنده پرده از عذاب اوست. صدقه خاموش می نماید عذاب گناه را، آنچنان که غبار از سنگ سفته برده می شود. روایت ابن حبان. از معاذ پسر جبل رضی الله تعالی عنه روایت است که در یک سفر همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودم. پس این حدیث را ذکر نمود تا آنجایی که گفت که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: آیا تو را بر درهای خیر دلالت نمایم؟ گفتم: آره ای پیغمبری خدا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: روزه پرده از دوزخ است و صدقه خاموش می نماید عذاب گناه را، آنچنان که آب آتش را خاموش می نماید. روایت ترمذی. از عقبه پسر عامر رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: به درستی که صدقه برای صاحبش گرمی قبر را خاموش می نماید و مؤمن روز قیامت در سایه صدقه اش پناه می برد. روایت طبرانی. میمونه دختر سعد رضی الله تعالی عنها روایت می نماید که گفتم: ای پیغمبر خدا، درباره صدقه مرا فتوا بده. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: صدقه پرده از آتش دوزخ است برای کسی که آن را به امید ثواب و به خاطر خدا انجام داده باشد. روایت طبرانی. وصیت هفتم، فضیلت نماز ضحی و 3 روز روزه داشتن از هر ماه. ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت می نماید که دوستم محمد صلی الله علیه و سلم مرا وصیت نمود برای روزه داشتن 3 روز از هر ماه و ادا نمودن نماز چاشت و نماز ویتر پیش از خواب. روایت بخاری و مسلم. در روایت دیگر ابو هریره رضی الله تعالی عنه گفته است: دوستم پیغمبر صلی الله علیه و سلم مرا به 3 کار وصیت نمود که آنها را ترک نمی کنم. تا نماز ویتر را نگذارم خواب نمی نمایم. 2 رکعت نماز چاش را ترک نمی کنم، زیرا آن نماز اوابین است و هر ماه 3 روز روزه می گیرم. روایت ابن خزیمه. عبدالله پسر عمرو رضی الله تعالی عنهما روایت می نماید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: 3 روز روزه داشتن از هر ماه ثواب 1 سال را دارد. از ابوذر رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: بر هر پیوند استخوان شما صدقه است، پس تمام تسبیح گفتن صدقه است.
تمام حمد گفتن صدقه است، همه تهلیل گفتن صدقه است، تمام تکبیر گفتن صدقه است، امری به معروف نمودن صدقه است، نهی از منکر صدقه است و 2 رکعت نماز چاشت از این شماریده می شود. روایت مسلم. از عبدالله پسر عمر رضی الله تعالی عنهما روایت است که مرد از روزه داشتن پرسید. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: تو روزهای سفید را اختیار نما، 3 روز از هر ماه، 13ام، 14ام و 15ام هر ماه، یعنی ماه‌های هجری قمری. وصیت 8: آداب طعام خوردن. از جابر پسر عبدالله انصاری رضی الله تعالی عنهما روایت است که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که می گفت: هرگاه شخص داخل خانه اش بشود و خدا را یاد کند و هنگام طعام خوردنش نیز خدا را ذکر نماید، شیطان به دوستانش می گوید: در اینجا برای شما جای خواب و طعام نیست. اما هر وقت شخص به خانه اش درآید و خدا را یاد نکند، شیطان به دوستانش می گوید: جای خواب را دریافته. و چون هنگام طعام خوردنش خدا را یاد نکند، شیطان می گوید: جای خواب و خوراک بیگاهی را پیدا نمودید. روایت مسلم. از حذیفه پسر یمان رضی الله تعالی عنه روایت است که هر وقت با پیغمبر صلی الله علیه و سلم طعام خوردنی می شدیم، تا پیغمبر صلی الله علیه و سلم به طعام دست دراز نمی کرد، ما دست دراز نمی کردیم. بار همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودیم که برایمان طعام آوردند. ناگهان زنی به این طعام با شتاب به ذکر خدا دست دراز کردنی شد، ولی پیغمبر صلی الله علیه و سلم او را از این عمل منع نمود. سپس اعرابی آمد و با شتاب به ذکر خدا به طعام دست دراز کردنی شد. او را نیز پیغمبر صلی الله علیه و سلم منع نمود. سپس پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: شیطان حلال می شمارد طعامی را که در آن نام خدا ذکر نشود. شیطان این زن را آورد تا طعام را برایش حلال نماید. پس من او را منع نمودم. سپس این اعرابی را آورد تا طعام را برای خویش حلال نماید و او را نیز منع نمودم. سوگند به ذاتی که جان من در ید اوست، دست شیطان و این 2 دست، یعنی دست زن و اعرابی، در دست من می باشند. سپس پیغمبر صلی الله علیه و سلم نام خدا را ذکر نمود و طعام خورد. روایت مسلم. وصیت 9: از خداوند عفو و عافیت را بپرسید. از عباس رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: ای عباس، ای عمک پیغمبری خدا، از خدا عفو و عافیت را در دنیا و آخرت طلب نما. روایت احمد و ترمذی. از عباس رضی الله تعالی عنه روایت است که گفتم:
ای پیغمبر خدا، مرا چیز تعلیم بده که از خدای عزوجل بپرسم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود از خداوند عافیت را بپرس. چند روز ایستادم و دوباره از پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسیدم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ای عباس، ای عمکی پیغمبری خدا، از خدا عفو و عافیت را در دنیا و آخرت طلب. وصیت دهم، فضیلت روزه. از ابو امامه رضی الله تعالی عنه روایت است که گفتم ای پیغمبری خدا، مرا به عمل امر نما که به سبب آن داخل جنت شوم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود روزه بگیر زیرا همتای ندارد. گفتم ای پیغمبری خدا، مرا به عمل امر نما. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود روزه بگیر زیرا همتای ندارد. گفتم ای پیغمبری خدا، مرا به عمل امر نما. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود روزه بگیر زیرا مثل و مانند ندارد. روایت نسائی و ابن خزیمه. در روایت نسائی آمده است که ابو امامه رضی الله تعالی عنه می گوید نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم رفتم و گفتم ای پیغمبری خدا، مرا به انجام کار امر نما که خداوند نفعم رساند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود روزه بگیر زیرا مثل ندارد. از ابو سعید رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر بنده که یک روز در راه خدا روزه دارد، به سبب این چهره اش را از آتش دوزخ 70 تیرماه یعنی دور می گرداند. روایت بخاری و مسلم. وصیت 11، به خدا شرک نآوردن. از عباده پسر صامت رضی الله تعالی عنه روایت است که دوستم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم من را 7 وصیت نمود. پس گفت با خداوند شریک قرار نده، اگر چندی که بریده یا سوزانده و یا آویخته شوید. نماز را قصداً ترک نکنید، پس کسی نماز را قصداً ترک کند از ملت اسلام برآمده است. گناه را انجام ندهید که آن غضب خدا است. می را ننوشید که سرچشمه همه گناهان است و از مرگ نگریزید اگر چند در آن باشید. نافرمانی پدر و مادرت را نکن و اگر چند امر نمایند که از دنیا بیرون شو، پس بیرون شو. نظارت را از اهل خانواده ات ترک مکن و در آنها با انصاف باش. وصیت 12، ارکان اسلام.
روایت از معاذ پسر جبل رضی الله تعالی عنه است که در یکی از سفرها همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودم. روز نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودم در حالی که راه می رفتیم و گفتم: ای پیغمبر خدا، مرا از عمل خبر نما که به سبب انجام آن داخل جنت شوم و از دوزخ دور شوم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: در حقیقت از مسئله بزرگ پرسیدی و آن آسان است بر کسی که خداوند آسانش گرداند. خدا را عبادت نما و به او شریک قرار مده. نماز را برپا دار، زکات مال را ادا نما، روزه ماه رمضان را بدار و حج خانه خدا را ادا نما. سپس پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: آیا تو را بر درهای خیر دلالت نمایم؟ روزه پرده از دوزخ است و صدقه خاموش می نماید گناه را آنچنانی که آب آتش را خاموش می نماید. نماز شخص در نیم شب و سپس آیت قرآنی را تلاوت نمود. پهلوهایشان از خوابگاه ها دور می مانند، به ترس و امیدواری پروردگار خود را می خوانند و از آن چه به آنها روزی داده ایم خرج می کنند. سوره سجده آیت 16 تا آیت عمل می نمایند تلاوت نمود. سپس پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: آیا تو را از سرچشمه و ستون و قله کار خبر کنم؟ گفتم: بله ای پیغمبر خدا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: سرچشمه کار اسلام است، ستون آن نماز است و قله آن تلاش در دین است. سپس پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: آیا تو را به سرور این کار خبر کنم؟ گفتم: آره ای پیغمبر خدا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم زبانش را گرفت و گفت: این را، یعنی زبان را نگاه دار. گفتم: ای پیغمبر خدا، ما هرچی میگوییم به عذاب گرفتار میشویم؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت: مادرت از تو جدا باد. مردم به دوزخ به چهره هایشان انداخته نمی شوند مگر به سبب بدی زبانشان. روایت احمد و ترمذی. وصیت 13: نیکی در حق پدر و مادر. از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که مرد نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمد و گفت: ای پیغمبر خدا، کدام انسان سزاوارتر است که نیک با او مناسبت نمایم؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: مادرت. گفت: بعد از آن کی؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: بعد از آن مادرت. گفت: بعد از آن کی؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: بعد از آن مادرت. آن مرد گفت: بعد از آن کی؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: بعد از آن پدرت. روایت بخاری و مسلم. از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: زیان و خسارت باد، سپس زیان و خسارت باد، سپس زیان و خسارت باد شخصی را که پدر و مادر یا یکی از آنها را در می‌یابد و داخل جنت نمی شود. یعنی خدمت و رضای پدر و مادر سبب داخل شدن به جنت است. روایت احمد و مسلم.
وصیت 14: نماز را بر دوام خواندن و نیکی به پدر و مادر نمودن. از امیمه رضی الله تعالی عنه روایت است که آب طهارت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را می ریختم که مرد آمد و گفت مرا وصیت نما. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به خداوند شریک قرار مده اگر چند بریده و یا سوزانده شوی در آتش. پدر و مادرت را اطاعت نما اگر چند امرت نمایند که از اهل و دنیایت بگذر پس درگذر. هرگیز می را ننوش زیرا آن سرچشمه تمام گناهان است. هرگیز نماز را قصداً ترک نکن زیرا کسی چنین کند به تحقیق از ذمه خدا و پیغمبر خدا دور شده است. روایت طبرانی. وصیت 15: ذکر بعد نماز. از انس پسر مالک رضی الله تعالی عنه روایت است که ام سلیم در خانه پیغمبر صلی الله علیه و سلم سبحانه نمود، سپس گفت مرا کلمه های را تعلیم بده که بعد نمازم آنها را ذکر نمایم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود خدا را 10 مراتب تکبیر بگو، 10 مراتب تسبیح بگو، 10 مراتب حمد بگو، بعد از آن سلام بگو آن مقداری که میخواهی. میگوید چی خوب چی خوب. روایت احمد و ترمذی. وصیت 16: دعای بعد نماز. از معاذ پسر مالک رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از دستم گرفت و گفت ای معاذ، سوگند به خدا در حقیقت من تو را دوست می دارم. ای معاذ، تو را وصیت می نمایم که بعد هر نماز این دعا را هرگیز ترک نکن. پروردگارا مرا برای ذکر و شکر و نیک عبادت نمودن کمک نما. روایت ابو داود و نسائی. وصیت 17: فضیلت ذکر. از عبدالله پسر بصر رضی الله تعالی عنه روایت است که مرد گفت ای پیغمبر خدا، حکمهای اسلام بر من بسیار شده است، پس مرا کاری را تعلیم بده که با آن مشغول شوم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود همیشه زبانت به ذکر خدا تر یعنی مشغول باشد. روایت ترمذی و ابن حبان.
وصیت 18: فضیلت ذکر خدا. از معاذ رضی الله تعالی عنه روایت است که مرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم را پرسید: کدام کوشش کننده ثواب بسیار دارد؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: آن کوشش کننده ای که ذکر خدا را بسیار نماید. سپس آن مرد گفت: کدام صالحان ثواب بسیار دارند؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: آن صالحی که ذکر خدا را بسیار نماید. بعد آن مرد از نماز و زکات و از حج و صدقه پرسید. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: آن عملهایی که ذکر خدا در آن بیشتر باشد. سپس ابوبکر رضی الله تعالی عنه به عمر رضی الله تعالی عنه گفت: ای ابو حفص، تمام خیر را ذکر کنندگان گرفتند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: وصیت 19: ترک گناه نمودن، به طاعت و ذکر خدا مشغول شدن. از مادر انس رضی الله تعالی عنها روایت است که گفت: ای پیغمبر خدا، مرا وصیت نما. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: گناه را ترک نما، زیرا بهترین هجرت است. فرضها را همیشه انجام بده، زیرا بهترین تلاش است. ذکر خدا را بیشتر نما، زیرا دوست داشته ترین عملی که نزد خداوند است و انجامش میدهی. روایت طبرانی. از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت شده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده اند: خداوند متعال می فرماید: من برای بنده ام آنگونه هستم که او نسبت به من گمان می برد و من با او هستم آنگاه که مرا یاد می کند. اگر مرا در قلب خود یاد کند، او را یاد می کنم، و اگر مرا در میان جماعه یاد کند، او را در میان جماعه بهتر از جماعت آنها یاد می کنم. و اگر یک وجب به من نزدیک شود، یک ذراع یعنی یک گز به او نزدیک می شوم. و اگر یک ذراع به من نزدیک شود، یک با یعنی 4 ذراع به او نزدیک می شوم. و اگر با راه رفتن یعنی آهسته به سوی من بیاید، من با سرعت به سوی او می روم، یعنی رحمتم را به او زیاد می گردانم. سوگند به خدا تنها برای این نشسته ایم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: اما من شما را سوگند یاد نمودنم برای آن نبود که باورتان نکنم، ولی جبرئیل علیه السلام آمده خبرم نمود که خدای عز و جل در نزد فرشته ها از شما اظهار خوشنودی نمود. روایت مسلم و ترمذی. وصیت 20: فضیلت 2 رکعت نماز بامداد. از عبدالله پسر عمر رضی الله تعالی عنهما روایت است که مرد گفت:
ای پیغمبری خدا، مرا بر عمل دلالت نما که خداوند ثوابم عطا نماید. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود 2 رکعت یعنی سنت نماز بامداد را همیشه ادا نما، زیرا این 2 رکعت فضیلت دارد. روایت طبرانی. از عبدالله پسر عمر رضی الله تعالی عنهما روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند 2 رکعت یعنی سنت نماز پیش از بامداد را ترک نکنید، زیرا در این 2 رکعت مژده ها است. از عایشه رضی الله تعالی عنها روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود 2 رکعت نماز بامداد از دنیا و آنچه در دنیا است بهتر است. روایت مسلم. وصیت 21. در نماز به هر طرف میل نکن. از انس رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ای پسرکم، در نماز به هر طرف میل نکن، زیرا میل نمودن در نماز هلاکت یعنی کم شدن ثواب است. روایت ترمذی. از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند چون بنده در نماز قائم شود پس او در پیش خداوند رحمان است. پس هر وقت میل نماید خداوند تعالی می گوید ای فرزند آدم، به سوی کی میل می نمایی؟ به سوی بهتر از من؟ ای فرزند آدم، به نمازت روی گردان، زیرا من بهترم از آن چیزی. وصیت 22. فضیلت اخلاص. از معاذ پسر جبل رضی الله تعالی عنه روایت است که هنگامی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مرا به یمن فرستادنی شد گفتم ای پیغمبری خدا، مرا وصیت نما. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود دینت را خالص نما، عملی کم هم تو را کفایت می نماید. روایت بیهقی. از ثوبان رضی الله تعالی عنه روایت است که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که می گفت خوشا بر مخلصان، مخلصان چراغ‌های هدایتند، تمام تاریکی فتنه ها با آنها روشن می شود. روایت بیهقی. از ابو امامه رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود خداوند عزوجل تنها عملی را قبول می نماید که خالص و برای خاطر خدا باشد. وصیت 23. خداوند مشکلات را برطرف می نماید. از عبدالله پسر ابو عوف رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود شخص حاجت و مشکلی به خداوند
و یا نزد بنده داشته باشد، پس طهارت کامل نماید و 2 رکعت نماز بگزارد. سپس خدا را حمد گوید و به پیغمبر صلی الله علیه و سلم صلوات گوید و بگوید: لا اله الا الله الحلیم الکریم، نیست معبود برحق مگر خدای حلیم و کریم. سبحان الله رب العرش العظیم، پاک است پروردگار عرش بزرگ. الحمد لله رب العالمین، ستایش پروردگار عالمیان را. اسألک موجبات رحمتک، سببهای سزاوار شدن رحمتت را می پرسم. و عزائم مغفرتک، آرزوی مغفرتت را می پرسم. و الغنیمت من کل بر، از تمام نیکی غنیمت را می پرسم. و السلامت من کل اثم، سلامتی را از گناه می پرسم. لا تدع ذنبا الا غفرته، تمام گناه را ببخش. ولا هما الا فرجته، تمام غم را دور نما. ولا حاجة هي لك الرضا الا قضيت یا ارحم الراحمین، تمام حاجتی را که رضای تو در آن باشد روا بگردان، ای با رحم ترین رحم کنندگان. سپس حاجت دنیا و آخرتش را بپرسد. وصیت 24، نماز استخاره. جابر پسر عبدالله رضی الله تعالی عنه روایت میکند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم استخاره کردن در هر کار را مثل سوره از قرآن به ما تعلیم میداد. هرگاه کسی از شما کاری را انجام دادنی شود، 2 رکعت نماز خوانده سپس این دعا را بخواند: اللهم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسألک من فضلک العظیم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. خدایا، من به علم تو از تو طلب خیر می کنم و به قدرت تو از تو طلب قدرت می کنم و از تو می خواهم احسان بزرگت را. به درستی که تو توانایی و من ناتوانم و تو می دانی و من نمی دانم و تو کارهای پنهانی را می دانی. خدایا، اگر می دانی که این کار برای من در دین و دنیایم و عاقبتم در حال حاضر و آینده خیر است، پس آن را برایم میسر نما و سپس در آن کار برایم برکت عطا نما. اگر می دانی که این کار در دین و دنیایم و عاقبتم در حال حاضر و آینده ام بد است، پس آن را از من و من را از آن باز دار. برایم هر گونه خیری که هست آن را میسر گردان و سپس به وسیله آن مرا راضی گردان. روایت بخاری و ترمذی. از سعد پسر ابو وقاص رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: از نشانه خوشبختی فرزند آدم این است که خدای عز و جل را در کارهایش استخاره می نماید.
روایت احمد و حاکم. وصیت 25 پرسیدن به نام خدا. از جابر رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند شخص به نام خدا پناه برد او را پناه ده، شخص به نام خدا پرسد او را عطا نما، شخص به نام خدا دعوت نماید دعوتش را بپذیر، شخص کاری نیک برایت انجام داد برایش کاری نیک انجام بده و اگر انجام دادن نتوانید پس در حقش دعای خیر نمایید تا بداند وصیت 26 فضیلت سوره ام الکتاب. از ابو سعید رافع پسر معلا رضی الله تعالی عنه روایت است که در مسجد نماز می گذاشتم، پس مرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم به نزدش دعوت نمود، او را جواب ندادم. سپس بعد نماز آمدم و گفتم ای پیغمبری خدا نماز می گذاریدم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود آیا خدا نفرموده است ای مؤمنان چون خدا و رسول شما را برای آن چیز که شما را زنده دل می سازد بخواند قبول کنید و بدانید که خدا در میان مرد و دل او حائل می شود و بدانید که به سوی او برانگیخته خواهید شد. سوره انفال آیت 24. آیا بزرگترین سوره قرآن را به تو تعلیم بدهم پیش از مسجد برآمدنت؟ پس از دستم گرفت و هنگامی که از مسجد برآمدنی شدیم گفتم ای پیغمبری خدا گفتی بزرگترین سوره قرآن را به تو تعلیم میدهم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود الحمد لله رب العالمین. این 7 آیت 7 فضیلت حمد خدا و قرآن بزرگ است که به من آورده شده است. روایت بخاری و ابو داود. از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت شده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر که نماز بخواند و در آن سوره ام القرآن سوره فاتحه و یا خود حمد را نخواند نمازش کامل نیست. این نکته را 3 بار فرمودند. نمازش ناقص است یعنی کامل نیست. من از پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که می فرمود خداوند متعال می فرماید نماز را بین خود و بنده ام به 2 قسم تقسیم کرده ام و برای او هر آنچه که طلب کند بخواهد هست و برآورده می کنم. وقتی بنده می گوید سپاس و ستایش شایسته پروردگار جهانیان است، خداوند متعال می فرماید بنده ام مرا سپاس و ستایش کرد. وقتی بنده می گوید خداوند بخشنده و مهربان است، خداوند متعال می فرماید بنده ام مرا ستود. وقتی بنده می گوید خداوند صاحب روز سزا و جزاست، خداوند می فرماید بنده ام مرا به بزرگی یاد کرد، مرا تمجید کرد. 1 بار هم فرموده اند بنده ام کار را به من واگذار کرد. وقتی می گوید تنها تو را عبادت می کنم و تنها از تو کمک و یاری می خواهم، خداوند می فرماید این بین من
و بنده ام است و برای بنده ام هست هر چی می طلبد. وقتی می گوید ما را به راه راست هدایت کن، راه کسانی که به آنها نعمت داده ای، نه راه کسانی که موردی خشم قرار گرفتند و نه راه گمراهان. خداوند می فرماید این برای بنده ام هست و برای اوست آنچه طلب می کند. روایت مسلم و ترمذی. وصیت 27. فضیلت بعضی سوره ها و آیت های قرآن. از انس رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مرد از اصحابش گفت ازدواج نمودی ای فلانی؟ گفت نه ای پیغمبری خدا و هیچ چیزی ندارم که ازدواج نمایم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت آیا قل هو الله را میدانی؟ آن مرد گفت آره. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود 3 قرآن است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود آیا سوره اذا جاء نصر الله و الفتح را میدانی؟ آن مرد گفت آره ای پیغمبری خدا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود 4 قرآن است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود آیا سوره قل یا ایها الکافرون را میدانی؟ آن مرد گفت آره. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود 4 قرآن است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود آیا سوره اذا زلزلت را میدانی؟ آن مرد گفت آره ای پیغمبری خدا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود 4 قرآن است. ازدواج نما، ازدواج نما. روایت ترمذی. از معاذ پسر انس جهنی رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی سوره قل هو الله احد را 10 مراتب خواند خداوند در جنت برایش خانه بنیاد می نماید. عمر پسر خطاب رضی الله تعالی عنه گفت اگر آن را بسیار خوانیم چه؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود خداوند بسیار و بهتر عطا می نماید. روایت احمد. از عایشه رضی الله تعالی عنها روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مردی را در سریه فرستاد و او در نمازها امام شد. با سوره قل هو الله احد رکعتها را انجام میداد. چون صحابگان از سفر بازگشتند این مسئله را از پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسیدند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود از او پرسید که چرا این کار را میکند؟ پس صحابگان از آن مرد پرسیدند. آن مرد در جواب گفت زیرا در سوره اخلاص یعنی سوره قل هو الله احد صفت رحمان است و من دوست می‌دارم که آن را بخوانم. سپس پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود او را خبر کنید که خداوند دوستش می‌دارد. روایت بخاری و مسلم. از ابوذر رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند به درستی که خداوند سوره بقره را به 2 آیت ختم نموده است که آنها را از خزینه تحت عرش به من آورده شده است. این 2 آیت را تعلیم بگیرید و زن و فرزندانتان را تعلیم بدهید زیرا آنها نماز و قرآن و دعا می باشند. روایت حاکم. از عبی پسر کعب رضی الله تعالی عنه روایت است که پدرش گفته است ظرفی داشتیم در آن خرما بود. گاه آن ظرف را خبر می گرفتم می دیدم که خرماها کم شده است. پس یک شب پاسبانی نمودم و ناگه یک چارپای چون جوانمرد آمد. پس سلام دادم و سلامم را جواب گردانید. گفتم تو کی هستی؟ انس یا جین؟ گفت جینم.
سپس گفتم دستت را به من ده. و دستش مثل دست سگ، مویش مثل موی سگ بود. گفتم جین همین گونه مخلوق است؟ گفت جین را می دانم که از من سخت‌ترند. گفتم برای چی آمدی؟ گفت ما خبر یافتیم که تو صدقه دادن را دوست می داری و دوست می داریم که از طعام تو به ما برسد. گفتم چی ما را از شما ایمن می دارد؟ گفت آیت کرسی که در سوره بقره است. گفت کسی این آیت را بیگاه بخواند تا صبح در امان باشد و کسی این آیت را صبح بخواند تا بیگاه در امان باشد. چون صبح شد این خبر را نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل نمودم و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود راست گفته است خبیث. روایت نسائی و طبرانی. وصیت 28 فضیلت سوره اخلاص و معوذتین. از معاذ پسر عبدالله پسر حبیب رضی الله تعالی عنه روایت است که پدرش گفته است ما را ریزباران و تاریکی فرا گرفت و پیغمبر صلی الله علیه و سلم را انتظار شدیم تا نماز را با ما بگذارد. سپس پیغمبر صلی الله علیه و سلم برآمد و فرمود بگو. گفتم چی بگویم؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود قل هو الله احد و معوذتین، یعنی قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس. هنگام صبح و شام 3 مراتب خواندن از تمام چیز کفایت میکند تو را. روایت ابو داود و ترمذی. وصیت 29 فضیلت معوذتین قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس. از عقبه پسر عامر رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند آیا ندیدی این شب آیت‌های نازل شد که مثل اینها را قبلا ندیده بودم؟ قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس. روایت مسلم و ترمذی. از عقبه رضی الله تعالی عنه روایت است که در سفر همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودم و گفت ای عقبه آیا بهترین سوره هایی که خوانده شده است تعلیمت بدهم؟ پس قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس را به من تعلیم داد. ابی رضی الله تعالی عنه روایت می نماید که همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بین جحفه و ابوا راه می رفتیم. ناگه شمال سخت وزید و تاریکی فرا گرفت. پیغمبر صلی الله علیه و سلم قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس را تعویذ را خواندت پناه می برد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت ای عقبه با این 2 سوره پناه بر، زیرا مثل این 2 سوره برای تعویذ یعنی پناه بردن سوره نیست. عقبه رضی الله تعالی عنه می گوید پیغمبر صلی الله علیه و سلم در نماز این 2 سوره را خواند. از جابر پسر عبدالله رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند بخوان ای جابر. گفتم پدر و مادرم فدایت باد، چه بخوانم؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس را بخوان. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود هرگیز مثل این سوره ها نخوانده ای
پس این دو سوره را خواندم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم باز فرمود این دو سوره را بخوان. وصیت سیهم، فضیلت زنده نمودن سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. از عمرو پسر عوف رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بلال را گفت بدان بلال. بلال گفت چرا بدانم ای پیغمبر خدا؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود بدان کسی سنت از سنت‌هایی که بعد از من نیز شده باشد زنده نماید برای او مثل ثواب به آن عمل کنندگان بدون این که کم کرده شود از ثواب آنها داده می شود. شخص یک بدعت و گمراه کننده را که خدا و پیغمبری او راضی نباشد پیدا نماید برای او مثل گناهی به آن عمل کنندگان بدون این که از گناه آن چیزی کم کرده شود داده می شود. روایت ترمذی و ابن حبان. از عبدالله پسر عباس رضی الله تعالی عنهما روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود شخص به سنت من هنگام فساد شدن امتم چنگ بزند یعنی عمل نماید برای او ثواب وصیت 31، فضیلت پرهیز از دنیا. از ابوالعباس سهل ساعدی رضی الله تعالی عنه روایت است که مرد نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمد و گفت ای پیغمبر خدا مرا به کار دلالت نما که چون آن را انجام دهم خدا و مردم دوستم بدارند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود در دنیا پرهیز نما خدا دوستت می‌دارد و در آن چیزی که نزد مردم است پرهیز نما مردم تو را دوست می‌دارند. روایت ابن ماجه. از عبیدالله پسر مسعود رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در بالای بوریا خواب رفت و چون برخیست بر پهلویش اثری بوریا بود. پس گفتیم اگر برایت یک کت بسازیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود مرا به دنیا چه حاجت؟ من در دنیا مثل سواره‌ای هستم که بر سایه درخت می نشینم چون سایه برود آنجا را ترک می کنم. روایت ترمذی. از عبیدالله پسر محسن رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود شخص در جایگهش با امن شب را به صبح رساند تنش صحت باشد و نزدش غذای همان روزه اش باشد مثل که تمام دنیا یک لوخت به او داده شده است. وصیت 32، نجات یافتن از دوزخ. از حاریث پسر مسلم رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به من گفت چون نماز بامداد را ادا نمودی پیش از آن که با کسی سخن نمایی 7 بار بگو بار خدایا
مرا از آتش دوزخ پناه ده. پس اگر همان روز وفات نمودی، خداوند از آتش دوزخ پناهت می دهد. چون اگر نماز شام را ادا نمودی، پیش از آن که با کسی سخن نمایی 7 بار بگو بار خدایا مرا از آتش دوزخ پناه ده. پس اگر همان شب وفات نمایی، خداوند از آتش دوزخ پناهت می دهد. روایتی وصیت 33 مرد بهشتی. از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که مردی اعرابی نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمد و گفت: مرا بر عمل دلالت نما که چون آن را انجام دادم داخل بهشت شوم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: خدا را عبادت نما و بر او هیچ شریک نیار. نماز فریضه را برپا نما، زکات فرض شده را ادا نما و روزه ماه رمضان را ادا بکن. اعرابی گفت: قسم به ذاتی که جان من در ید اوست، بر اینها نه زیاد می کنم و نه کم می نمایم. و بازگشت. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: کسی دوست دارد که مردی بهشتی را بیند، به این شخص نظر کند. روایت بخاری و وصیت 34 میانه روی در عبادت. از انس پسر مالک رضی الله تعالی عنه روایت است که 3 نفر به خانه از خانه های همسران پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمدند و از عبادت پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسیدند. چون آنها را از عبادت پیغمبر صلی الله علیه و سلم خبر دادند، مثل که نسبت به خودشان آن را کم شماریدند و گفتند: ما کجا و مقام پیغمبر صلی الله علیه و سلم کجاست؟ خداوند گناه گذشته و آینده پیغمبر صلی الله علیه و سلم را بخشیده است. پس یکی از آنها گفت: اما من تمام شب را نماز می خوانم و عموما خواب نمی روم. نفری دویمش گفت: من تمام سال روزه می گیرم و عموما افطار نمی کنم. نفری سیومش گفت: من از زنان دور می شوم و هرگیز ازدواج نمی کنم. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم نزد آنها آمد و گفت: آیا شما چنین و چنان گفتید؟ سوگند به خدا من از شما بیشتر ترس و تقوا از خدا دارم، ولیکن روزه می گیرم و باز افطار می نمایم، نماز می گذارم و خواب می نمایم و ازدواج می نمایم. کسی از سنت من روی گرداند پس از امت من نیست. وصیت 35 دعا برای برطرف نمودن غم و اندوه. از انس رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: ای علی، آیا تو را دعای تعلیم بدهم چون آن را بخوانی خداوند دعایت را قبول نماید و برایت کشایش نماید؟
طهارت نما و 2 رکعت نماز بگزار و خدا را حمد و ثنا بگو و بر پیغمبرت صلوات گوی و برای خود و مؤمن و مؤمنه ها طلب مغفرت نما و سپس بگو بار خدایا تو بین بندگانت در آنچه اختلاف می نمایند حکم می نمایی. نیست معبودی بر حق مگر خدای بلند مرتبه و بزرگ. نیست معبودی بر حق مگر خدای حلیم کریم. پاک است پروردگار 7 آسمان ها و پروردگار عرش بزرگ. حمد مر پروردگار عالمیان را، خدای دور کننده غم و برطرف کننده اندوه، قبول کننده دعای ناچاران چون دعایت نمایند، بخشنده دنیا و آخرت و بخشاینده آخرت. پس مرا رحم نما، در این مشکلم و آن را روا و کامیاب نما. یک رحمتت مرا از رحم دیگران بی نیاز می نماید. روایت اصفهانی. از عبدالله پسر عباس رضی الله تعالی عنهما روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند جبریل علیه السلام دعاهای را نزدم آورد و گفت هرگاه کاری از کارهای دنیا پیش آمد این دعاها را بخوان و حاجتت را از خداوند بپرس. ای پیدا کننده آسمان ها و زمین، ای صاحب جلال و اکرام، ای دادرس محتاجان، ای کمک کننده کمک طلب کنندگان، ای دور کننده بدیها، ای با رحم ترین رحم کنندگان، ای قبول کننده دعای ناچاران، خدای عالمیان، حاجتم را پیش تو میبرم و تو به آن داناتری و آن را روا گردان. روایت وصیت 36 بسیار سجده نمودن سبب داخل شدن جنت می شود. از ابو ربیعه پسر کعب اسلمی رضی الله تعالی عنه که از اهل صوفه بود روایت است من شب در خانه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودم و آب طهارت را برایش می آوردم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود از من بپرس. گفتم می خواهم رفیق تو در جنت باشم. از پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت آیا غیر این چیزی دیگری نمی خواهی؟ گفتم همین را می خواهم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود مرا به بسیار سجده نمودنت برای در جنت رفیقم بودنت کمک نما، یعنی سجده بسیار نما. روایت مسلم. وصیت 37 فضیلت طعام دادن، سلام را آشکار گفتن و شب را با عبادت برپا نمودن. از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که گفتم ای پیغمبری خدا چون شما را بینم طبعم خوش و چشمم روشن می شود و از تمام چیز خبرم ده. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود تمام چیز از آب خلق شده است. گفتم مرا از عمل خبر نما چون آن را انجام دهم داخل جنت شوم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود طعام در راه خدا بده، سلام را آشکار نما، صله رحم کن، هنگام خواب مردم شب نماز بگذار، با سلامت داخل جنت می شوی. روایت احمد و ابن حبان. از ابو مالک اشعری رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود
به درستی که در جنت خانه هایی است که بیرونش از داخلش دیده می شود و داخلش را از بیرونش دیده می شود و این خانه ها را خداوند برای آنهای آماده نموده است که طعام دادن، سلام را آشکار نمودند، شب در حال خواب مردمان نماز گزاریدند. روایت ابن حبان. از جابر رضی الله تعالی عنه روایت است که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که می گفت در شب لحظه هست شخص مسلمان اگر در آن وقت از کار دنیا و آخرت پرسد خداوند آن را برایش عطا می نماید و آن لحظه در تمام شب هاست. روایت مسلم. از ابو مالک اشعری رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر مرد شب همسرش را برای نماز یعنی نماز تهجد بیدار نماید و اگر خواب او را غلبه نماید کم آب بر رویش پاشد و برخیزاند و یک مدت خدا را ذکر نمایند با طاعت و عبادت خداوند آنها را مغفرت می نماید. از عبدالله پسر عباس رضی الله تعالی عنهما روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما را به نماز تهجد امر می نمود و تشویق نموده می گفت خواندن این نماز شب را بر خود لازم نماید اگر چند یک رکعت باشد. وصیت 38 فضیلت طعام دادن همسایه. از ابو ذر رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ای ابو ذر هرگاه طعام پختی آبش را زیاد نما و به همسایگانت بفرست. روایت مسلم. ابو ذر رضی الله تعالی عنه روایت می نماید که دوستم پیغمبر صلی الله علیه و سلم مرا گفت تمام کارهای معروف را یعنی نیک را انجام بده. اگر به انجام آن قدرت نداری با مردم با چهره کشاده سخن گوی. هرگاه شوربا پختید آبش را زیاد نمایید و به همسایگانتان خیر نمایید. وصیت 39 فضیلت دوست داشتن مسکین‌ها. از ابو ذر رضی الله تعالی عنه روایت است که دوستم پیغمبر صلی الله علیه و سلم به 7 چیز مرا وصیت نمود. اول به شخصان نگاه کنم که از من پایان باشند نه به آن شخصانی که از من بالا باشند. دوم مسکین ها را دوست دارم و با آنها نزدیک باشم. سوم به خویشان صله رحم نمایم اگر چند از من قطع نمایند و به من جفا کنند. چهارم سخن حق را گویم اگر چند تلخ باشد. پنجم در راه خدا از ملامت مردم نترسم. ششم از کسی چیز طمع نکنم. هفتم ذکر لا اله الا الله را بسیار نمایم زیرا آن از خزینه های جنت است. روایت احمد و طبرانی. وصیت 40 حقیقت فقیری.
از ابوذر رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: ای ابوذر، آیا بسیاری مال ثروتمندی است؟ گفتم: آره ای پیغمبری خدا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: به درستی که ثروت حقیقی ثروت دل است و فقیری فقیری قلب است. شخصی که ثروت در دل آن باشد او را هیچ ضرری نمی رسد آنچه در دنیا روبرو می شود. شخص فقیری در دلش باشد او را آنچه که بیشتر در دنیا است ثروتمندش نمی گرداند. به درستی که بخیلی نفسش را ضرر می رساند. روایت ابن وصیت 41 فضیلت تقوای خداوند. از ابوذر رضی الله تعالی عنه روایت است که گفتم: ای پیغمبر خدا، مرا وصیت نما. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: تو را به تقوای خدا وصیت می نمایم، زیرا سرچشمه تمام کارهاست. گفتم: ای پیغمبر خدا، باز وصیتم نما. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: قرائت قرآن، ذکر خدا را بر خود لازم نما، زیرا آن نور تو در زمین و ذکر تو در آسمان، یعنی بین فرشتگان می باشد. روایت ابن حبان. از ابو امامه رضی الله تعالی عنه روایت است که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیدم: قرآن را بخوانید، زیرا آن روز قیامت برای صاحبش چون شفاعت کننده می آید. بخوانید دو زهراوین را، یعنی سوره بقره و آل عمران را، زیرا این دو سوره روز قیامت مثل دو پارچه ابر یا دو سایه است، یا مثل دو قطار سیله پرندگانی که بالای صاحبانشان دور میزنند. سوره بقره را بخوانید، زیرا از برنمودن آن برکت است، ترک آن حسرت است و ساحران توان حفظ آن را ندارند. روایت مسلم. از عبدالله پسر عمرو پسر عاص رضی الله تعالی عنهما روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: برای قاری قرآن روز قیامت گفته می شود: بخوان و بالا رو و با تدبر تلاوت نما، آنگونه‌ای که در دنیا تلاوت با تدبر می نمودی، زیرا منزلت تو در آخرین آیتی که می خوانی می باشد. روایت ترمذی و ابو داود. وصیت 42 راههای خرج نمودن. از انس پسر مالک رضی الله تعالی عنه روایت است که مردی از قبیله تمیم نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده گفت: ای پیغمبر خدا، من مال و عیال و مهمانی زیاد دارم، پس مرا بگو که چگونه کار کنم و چگونه خرج نمایم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: زکات را از مالت ادا نما، زیرا آن پاکی است و پاکت می نماید. به خویشانت صله رحم نما و حق مسکین و همسایه و طلبندگان را
وصیت 43 دعا دور کننده غم و رهایی از قرض. از ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم روز به مسجد در آمد و ناگه مرد از انصار که نامش ابو امامه بود نشسته دید. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت: ای ابو امامه، چی سبب است که من تو را در غیر وقت نماز در مسجد نشسته می بینم؟ ابو امامه رضی الله تعالی عنه گفت: به سبب غم و اندوه و قرضداریم ای پیغمبر خدا. سپس پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: آیا کلامی را تعلیمت بدهم چون آن را بخوانی خداوند غمت را برطرف و قرضت را ادا نماید؟ بگو هر صبح و شام: بار خدایا، من به تو پناه میبرم از اندوه و غم، پناه میبرم به تو از عاجزی و تنبلی، من پناه میبرم به تو از ترسویی و بخیلی، من پناه میبرم به تو از گرانی قرض و قهر مردان. ابو امامه رضی الله تعالی عنه میگوید: این دعاها را خواندم، الله عز و جل غمم را دور وصیت 44 دعا هنگام خواب نمودن. از ابو عماره براء پسر عازب رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: ای فلانی، هرگاه به جایگاه در آمدی بگو: بار خدایا، جانم را به تو تسلیم نمودم، رویم را به سوی تو گرداندم، کارم را به تو سپردم، پشتم را به تو پناه دادم، در حالی که به تو رغبت و از تو ترس دارم. نیست پناهگاه و پناه دهنده مگر به سوی توست. به کتابی که نازل نموده‌ای، به پیغمبری که فرستاده‌ای ایمان آورده‌ام. پس اگر همان شب وفات کردی بر فطرت میمیری و اگر صبح خیزی به خیر میخیزی. متفق علیه. از ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: شخصی که هنگامی برخت خوابش در آمدن 3 بار گوید: استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم و اتوب الیه، خداوند گناهانش را می بخشد اگرچند مثل کف های بحر باشند، اگرچند به عدد برگ های درختان باشد، اگرچند به عدد ریگ های تپه ها باشد، اگرچند به عدد روزهای دنیا باشد. روایت ترمذی. از انس پسر مالک رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: شخصی که هنگامی برخت خوابش در آمدن گوید: الحمد لله الذي كفاني و آواني والحمد لله الذي اطعمني و سقاني والحمد لله الذي من علي فافضله. ستایش خدای را که کفایت نمود و جای داد مرا، ستایش خدای را که طعام و شرابم داد، ستایش خدای را که بر من افضل ترین نعمت را منت نموده است. پس در حقیقت خدا را به جمع ستایش وصیت 45 شخصی که شب از بیخوابی رنج کشد.
زید پسر ثابت رضی الله تعالی عنه روایت می نماید که نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم از بیماری بیخوابی شکایت نمودم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: بگو اللهم غارت النجوم و هدأت العیون و انت حی قیوم لا تأخذك سنة ولا نوم یا حی یا قیوم اهدی لیلی و انمی عینی. خدایا ستارگان درخشان شدند، چشمان آرام گرفتند و تو خداوند حی و قیومی، تو را پینک و خواب نمی گیرد. ای خدای زنده و قیوم، شبم را آرام نما و چشمم را بخوابان. زید می گوید این دعا را خواندم، خداوند مشکلی بیخوابی را از من دور نمود. روایت ابن سنی. وصیت 46: پرهیزکاری در دنیا. از عبدالله پسر عمر رضی الله تعالی عنهما روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از دستم گرفت و گفت: در دنیا مثل غریب یا راهگذر باش و خود را از اهل قبرستان بشمار. عبدالله پسر عمر رضی الله تعالی عنه می گفت: هرگاه روز را به بیگاه رساندی انتظار صبح مباش و چون صبح خیستی انتظار بیگاه مباش. سلامتیت را غنیمت شمار برای بیماریت و حیاتت را غنیمت شمار پیش از مرگ. وصیت 47: کفارت مجلس. از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: شخص در مجلس بنشیند و سخنهای بیهوده اش زیاد شود، پیش از مجلس خیستنش بگوید: سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. پاک هستی خدایا، ستایش تو را. شهادتی می دهم بر این که نیست معبودی بر حق مگر تو. از تو طلب مغفرت و توبه می نمایم. خطاهایی که در آن مجلس شده باشد بخشیده می شود. روایت ترمذی و ابو وصیت 48: فضیلت تسبیح. از ابوذر رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: آیا تو را از دوست داشته ترین کلامی که نزد خداوند می باشد خبر دهم؟ گفتم: ای پیغمبر خدا، از دوست داشته ترین کلامی که نزد خداوند است مرا خبر ده. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت: دوست داشته ترین کلام نزد خداوند سبحان الله و بحمده، یعنی پاک است خداوند و ستایش او راست. روایت مسلم و نسائی. از عبدالله پسر عمرو پسر عاص رضی الله تعالی عنهما روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند:
شخص گوید سبحان الله العظیم و بحمده، یعنی پاک از خداوند بزرگ و ستایش او راست، در جنت با این ذکرش درخت برایش شنانده می شود. روایت بزار. از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند دو کلمه است که ذکرشان بر زبان سبوک است، در ترازو و وزنین یعنی ثواب زیاد دارد، نزد خداوند بخشنده محبوبند. سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم، یعنی پاک از خداوند، ستایش او را، پاک از خداوند بزرگ. روایت بخاری و مسلم. وصیت 49 درختان جنت. از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از نزدش میگذشت و او درخت میشناند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت ای ابو هریره چی میشنانی؟ گفتم درخت میشنانم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود آیا تو را از درختی که از این بهتر است خبر کنم؟ بگو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، یعنی پاک از خدا و ستایش او راست و نیست معبود بر حق مگر خدا و خداوند بزرگ است. به هر یک این کلمه‌ای که میگویی در بهشت برای درخت شنانده می شود. روایت ابن ماجه و حاکم. وصیت 50 تعویذ، پناه بردن از ضرر کژدم. از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که مرد نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمد و گفت ای پیغمبر خدا دیروز کژدم مرا نیش زد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت اما اگر بیگاهی دیروز می گفتی اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، یعنی پناه میبرم به کلمه های کامل خداوند از شر آن چیزی که خلق نموده است، ضررت نمی رسانید. روایت مسلم و ترمذی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده است شخص این کلمه ها را بیگاه 3 بار بخواند اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، یعنی پناه میبرم به کلمه های کامل خداوند از شر آن چیزی که خلق نموده است، او را آن شب تب ضرر نرساند. سهیل رضی الله تعالی عنه گفته است اهل خاندانمان این دعا را میدانستند و هر شب آن را میخواندند. پس بار دختر را کژدم نیش زد و هیچ ضرری به اون نرسید. قابل ذکر است که این دعاها را با اخلاص از روی ایمان بخوان. وصیت 51 دعای از قرض نجات یافتن.
از ام المؤمنین مادر مؤمنه ها حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها روایت است که پدرم یعنی ابوبکر رضی الله تعالی عنه روز نزدم آمد و گفت من از پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعایی را شنیدم و آن را به من تعلیم داد. گفتم کدام دعاست؟ گفت عیسی پسر مریم علیه السلام یارانش را تعلیم داده می گفت اگر بدوش کدام شما مثل کوه از طلا قرض باشد خدا را با این دعاها یاد نماید قرضش را ادا نماید. یعنی خدایا دور کننده اندوه، برطرف کننده غم، اجابت کننده دعای ناچاران، بخشنده دنیا و آخرت و بخشاینده آنها، تو رحمم می نمایی، پس به رحمت رحمم نما که به آن از رحمت دیگران بی نیاز نمایی. ابوبکر رضی الله تعالی عنه گفت با دعاها خدا را دعا می نمودم و خداوند فایده زیاد برایم داد و از قرض نجاتم داد. شنونده گرامی، منظور تنها مجرد تلفظ کردن این دعاها نیست، بلکه با اخلاص و ایمان و با محبت خدا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم را یاد بنما و دعا کن تا حاجتت روا و از قرض نجات یابی. ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میگوید من این دعاها را میخواندم و دیر نگذشته خداوند رزقم را میرسانید و قرضم را ادا مینمودم و به اهلم تقسیم مینمودم و دختری عبدالرحمن را 3 قبضه مال دادم و برایمان باقی ماند. روایت بزار، حاکم و اصفهانی. وصیت 52 دعای از قرض رهایی یافتن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند ای معاذ آیا دعای را تعلیمت بدهم که اگر آن دعا را بخوانی بر ذمه‌ات اگر مثل کوه قرض باشد خداوند آن را ادا نماید. ای معاذ بگو بار خدایا ای خداوند پادشاهی به هر کی خواهی پادشاهی میدهی و از هر کی خواهی پادشاهی را باز میگیری و هر کی را خواهی ارجمند میسازی و هر کی را خواهی خوار میسازی. نیکی به دست توست، به درستی که تو بر همه چیز توانایی. شب را در روز می دراری و روز را در شب می دراری و زنده را از مرده بیرون می آری و مرده را از زنده بیرون می آری و هر کی را خواهی بی شمار روزی می دهی. بخشنده دنیا و آخرت، بخشاینده آنها کسی را که خواهی دنیا را عطا می نمایی. تو رحمم می نمایی، پس به رحمت رحمم نما که به آن از رحمت دیگران بی نیاز نمایی. وصیت 53 فضیلت دعا. از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه گفت ای پیغمبر خدا مرا دعای تعلیم ده که صبح و شام آنها را ذکر نمایم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود خدای آفرنده آسمان ها و زمین، داننده نهان و آشکارا، پروردگار تمام چیز و مالک آنها،
شهادتی میدهم بر این که نیست معبودی بر حق مگر تو. به تو پناه میبرم از شر نفسم و از شر شیطان و شرک او. سپس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت: هر صبح و شام و هنگام برخت خوابت در آمدن وصیت 54 وصیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم به دخترش فاطمه رضی الله تعالی عنها. از انس پسر مالک رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به فاطمه رضی الله تعالی عنها گفت: بشنو وصیت تو را می نمایم. هر صبح و شام بگو: یا حی یا قیوم برحمتك استغیث اصلح لی شأنی كله ولا تکلنی الى نفسی طرفة عین. یعنی ای خدای زنده و ای خدای پاینده، بر رحمتت کمک می طلبم، تمام حال من را نیکو بنما و یک میجزه وصیت 55 پاک نگاه داشتن جای نمازخوانی. از عایشه رضی الله تعالی عنها روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما را امر می نمود که در خانه ها جای نمازخوانی بنا نماییم و آنجا را تازه و خوشبوی نگاه داریم. روایت احمد، ترمذی و ابو داود. از سموره پسر جندب رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما را امر می نمود که در منزل‌هایمان جای نمازخوانی سازیم و آن جای را تازه نماییم. روایت احمد و ترمذی. فرجام این وصیت ها را با وصیت حضرت ابراهیم علیه السلام برای امت محمد صلی الله علیه و سلم به پایان می رسانند. عبدالله پسر مسعود رضی الله تعالی عنه روایت می نماید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: شب اسراء ابراهیم علیه السلام را ملاقات نمودم و او گفت: ای محمد، امتت را از من سلام برسان و آنها را خبر ده که خاک جنت پاک است، آب شیرین و جنت هموار است. درختان جنت ذکر سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر می باشد. روایت ترمذی و طبرانی. درود بر تمام پیغمبران، صلات و صلوات بر سروری پیغمبران محمد مصطفی و بر آل و اصحابش تا روز قیامت پیاپی باد.